بیشتر از 500 ساله که این چیزها از قدیم مونده و مردم قدیم واقعاً باهوش بودن. یک، این یه ساعت قدیمیه. یه چوب رو صاف میذاشتن روی یه صفحه گرد. از روی سایه چوب میفهمیدن ساعت چنده. از کجا میفهمیدن ساعت چنده؟ اینم زنگ ساعت قدیمیه. یه تیکه فلز رو کنار شمع آویزون میکردن. وقتی شمع آب میشد و فلز میافتاد و به ظرف میخورد، آدم از خواب بیدار میشد. 3. این روش حمل آب بوده. چون آب راحت میریخت، چند تا برگ داخل سطل میذاشتن تا آب نریزه. 4. این یه پل مثلثیه که چینی‌ها درست کرده بودن. 3 تا چوب رو به هم قفل میکردن و یه پل محکم میشد که وزن زیاد رو تحمل میکرد. انج این گره نردبون ابریه. ساده بود، محکم بود و کمک میکرد آدم‌ها از جاهای بلند بالا برن یا پایین بیان. 6. این یه روش بالا آوردن بطری. آخر تناب یه سنگ میبستن، مینداختن تو بطری، بعد تنابو میکشیدن و بطری میومد بالا. 7. این روش کشیدن دایره بوده. 2 تا میخ روی تخته میزدن و یه حلقه تناب دورشو مینداختن و راحت دایره میکشیدن. 8. این یه چراغ قدیمیه. برنج، آب و روغن رو تو بطری میریختن و فتیله میذاشتن. روشنش میکردن و تا 10 روز خاموش نمیشد. 9. این روش جابجا کردن سنگ‌ها بوده. سنگریزه میریختن روی زمین تا سنگ‌های بزرگ راحت‌تر حرکت کنن. اگه دوست